نکته آموزشی بودش که لازم دونستم برای فیلم کوتاه بگیرم. دوستان خیلی از خودروی رانا پلاس مخصوصا دوستانی که تشریف میارن لامپ مهشکن جلو و یا عقب میسوزه. دلیل سوختن مداوم این لامپ ها این هستش. ببینید ما یه اتصال منفی روی این فنر این قسمت داریم، به این حالت که زمانی که لامپ رو میذاریم سر جاش این قسمت فنر میفته روی لامپ و قفل میشه توی این قسمت. در واقع این کار اتصال منفی این لامپ رو انجام میده. اینم مثبت هستش. این لامپ رو ببینید زمانی که من با این بازی میکنم، شما توی دست اندازه یا هر جای دیگه که ضربه ماشین وارد میشه باعث میشه که این اتصال منفی قسمت لامپتون مدام قطع و وصل بشه و یا خوب اتصال برقرار نکنه و همین هم باعث میشه که لامپتون به زودی بسوزه. خب شما تنها کاری که میتونید بکنید یا اینکه این فنر رو کلا عوض بکنید یا اینکه این فنر رو از جاش در بیارید، قسمتی روی نشیمنگاه این هستش روی لامپ هستش رو یه مقدار زاویه‌اش بیشتر بکنید و مجددا این فنر رو سر جای خودش بندازید تا اتصال منفیتون قوی بشه و لامپتون نسوزه.